سلام خواهران، حالتون خوبه؟ بچه ها امروز اومدم بهتون چطوره؟ اومدم ماسک صورت بهتون یاد بدم. اووکادو رو که خوردید داخلش رو نریزید دور. خب کمی روغن زیتون داخلش میریزید. خب خوشگلم لبامو دادم دیروز آمپول زدن، گوشام هم دادم ابروهام که دادم کاشتن. آره خوب داره، خوب در میاد. آره خب خواهرها، خوب که اینو داخلی قاطی که کردید روغن زیتون رو با اووکادو رو چیکار میکنید؟ میمالید رو صورتتون با همین ابروها. آره ای ابروم خدا با میسته بالا، خیلی خوبه برای پوستتون. گردنتون هم یایتون نره، خیلی زیبا میشید، برای پوستتون عالیه. لباتون رو نمالید، نه بذارید همجوری زیبا بمونه. گوشاتون هم بذارید باشه، کاری به گوشتون نداشته باشید. ببینید بذارید این یه نیم ساعتی روی صورتتون بمونه، زیر چشمتون هم بمالید. از کار دکترم خیلی راضی هستم، کاشکی گنده ترش میکرد. آقای دکتر من خیلی از لبام راضیم. آره والا، اسم آدرس دکتر رو میذارم، شما برید خودتون این شکلی کنید. آره خواهر، به زیباییتون اضافه کنید. خب اووکادو and olive oil بذارید این همچه یه نیم ساعتی بمونه. همچه کسی که خود ماساژ هم بدید، بالایی برید، پایینی نیایید ها، برید بالا، برید بالا، برید بالا، برید بالا، برید بالا، برید بالا. وای چقدر خوب شده. الان این همین دیگه بذارید بمونه، ببینید چه زیباتر بشید. از کار دکترم خیلی راضی هستم. اسم آدرس دکتره رو میذارم که شما هرچی دوست دارید برید بهش فوش بدید. خب و یه مورد دیگر دوستان آمریکا نشین و اروپا نشین، و خب ببین چیزی داره کار میکنه این ماسک. خواهش میکنم به تیشرت های من که این زیر هستش دیسکریپشن گذاشتم لینکش ها، خواهش میکنم نگاهی بکنید، خریدی کنید. تمام کمک شما و کمک من میره برای کودکان و حیوانات بی زبان ایران، بی صدای ایران. و خواهش میکنم این چنل منو که سالها هم هستم لایک کنید، سابسکرایب کنید، با دوستانتون شیر کنید، بذارید همه بیان بخندن، لذت ببرن. من و کودکان و حیوانات بی زبان ایران از شما سپاسگزار هستیم. خوشتون اومد از لبام؟ تا دیداری بعدی، خیلی ممنون. خداحافظ. وقتی که میخواست از خونه بیاد بیرون، هرچه امکان آرایش وجود داشت به شکل خودش میریخت برای اینکه میخواد بیاد تو خیابون. از سر تا پا، حالا اونایی که خودشون زیبایی نداشتن، مو عوضی، ابرو عوضی، مژگان عوضی، گرم صورت عوضی، ماتیک لب عوضی، اندامشو با چیزای دیگری
زیبایی اندام درست بکنه تو خیابون برای دیگران. وقتی که برمیگشت تو خونه شب که نوبت شوهرش میشد همه این عوارض رو میریخت بیرون، فقط مثل یک افریت از همه چیز خالی. تنها چیزی که از خودی داشت یک ناخونای دراز مثل چنگال گربه که مجبور بود تو کیسه بکنه که بدن شوهرش سوراخ نکنه دستاش.